بسم الله الرحمن الرحیم. سورة التوبه آیه مبارکه 62 الی 68، صفحه 197. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الله متعال در آیه قبلی پیرامون منافقین بیان فرمود که در منافقین از ایشان اتر کسان هستند که رسول الله صلی الله علیه و سلم را اذیت زبانی میکنند. یعنی به این مفهوم که اونا میگفتند که محمد صلی الله علیه و سلم خوشباور هست، هر سخن را بزنی میپذیره و این سخنشان درست نبود. رسول الله صلی الله علیه و سلم چون اخلاق نیکو داشت به سخن هر فرد گوش میداد و اگر سخنش درست می بود تاییدش میکرد، اگر درست نمی بود تایید نمیکرد. و این هم الله متعال بیان فرمود که رسول الله صلی الله علیه و سلم رحمت است برای کسانی که ایمان دارند از شما و کسانی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم را اذیت میکنند برشان عذاب دردناک است. در این آیات مبارکه که امروز خواندیم باز هم الله متعال پیرامون منافقین بیان میکنه که اینا قسم میخورند تا شما را راضی بکنند، در حالی که باطنشان چیز دیگی و ظاهرشان چیز دیگی هست. و این را هم الله بیان کرد که کسانی که مخالفت با الله و رسول بکنند اونا به جهنم انداخته میشن. و این را هم الله متعال بیان میکنه که منافقین میترسیدند از این که سوره از قرآن نازل نشه و کدام داشته های بده که نادارن او آشکار نشه. الله متعال می فرماید یحلفون بالله، قسم می خورند به الله متعال لکم، بس برای شما، لیردوکم، تا شما را راضی بکنند. امام قرطبی صاحب در تفسیر ذکر می کنند که آیه مبارکه در مورد منافقای بود، منافقینی که اینا وقتی که تنها می ماندن باز طعنه می زدن پیغمبر خدا را، هر سخن می زدن. زمانی که باز پیش مسلمان ها می آمدن قسم می خوردن که ما گپا را نمی زنیم. و الله متعال ای آیات مبارکه را نازل کرد. و یکی از این منافقین بود که این سخن را می زد که هر کسی که سخن محمد صلی الله علیه وسلم را بپذیره الفاظ زشت را استعمال میکرد که مثل مرکب باشه. از او بدتر وقتی که پیغمبر خدا از این موضوع خبر شد، این منافق خواست که چرا تو سخن میزنی؟ قسم خورد که ما این سخن نزدیم. الله میگه که قسمایشان لیردوکم، به خاطر که شما را راضی بکنه است. والله و رسوله احق ان یردو، الله و رسول سزاوارتر از این است که راضی شوند. یعنی رضایت الله مهم هستند. این کانوا مؤمنین، اگر هستند مؤمن، یعنی آنان که الله و رسول سزاوارترند که راضیشان کنند اگر بوده باشند مؤمن. یعنی منافقین به خاطر امو کارکردهایشان قسمهای را یاد میکردند که مسلمانها را بازی بدن. الم یعلموا انه من یحادد الله، آیا این انسانهای منافق ندانستند که انه من یحادد الله، هر کسی که الله و رسولش را مخالفت کند، مخالف الله و رسول شود، فان له نار جهنم، به تحقیق او را از آتش دوزخ، خالدا فیها، همیشه در آن میماند، ذلک الخزی العظیم، این است رسوایی بزرگ که انسان به دوزخ انداخته شود. آن الله متعال را بیان میکنه که منافقین میترسیدن که سوره درباره اونا نازل نشه که تمام داشته هایشان آشکار نشه.
یحذر المنافقون. الله بیان میکنه که منافقا با اظهار و ترس و تمسخر آمیزی که هستند که دارن، اینا میترسن ان تنزل علیهم سوره، یک سوره درباره از اونا نازل شود و داشته هایشان برملا شود. تنبئهم بما فی قلوبهم، آگاه سازد آنچه را که در دلهای از اونا هسته. قل استهزئوا، بگو شما تمسخرتان بکنین. ان الله، ارین الله متعال، مخرج ما تحذرون، الله متعال بیرون میکنه آنچه را که شما انجام میتین، نتیجه اعمالتان مسخریتان شما میبینین. آنچه را که شما میکنین الله او را آشکار میسازه. بعد از این الله متعال این را بیان میکنه که ولئن سألتهم لیقولن، اگر سؤال بکنی از ایشان چرا این کار میکنین، خامخا میگویند انما كنا نخوض و نلعب، ما خود ساتری و شوخی میکردیم. در دین استهزاء، ساتری، شوخی ای کفر هسته. یک نفر مسلمان مورد تمسخر قرار میده یا شاعر دین الله متعال مورد تمسخر قرار بده، یک عالم را یا ریش عالم را، هر اونچه که تعلق به دین الله میگیره کس تمسخر بکنه یک کفر هسته. الله اینجا بیان میکنه که اینا که اگر سوال بکنی که چرا این کار میکنین، اینا میگه ما روز خدا تیر میکردیم، یک کس مضمون قرار میدادن و به دین الله اینا طعنه وارد میکردن و استهزا میکردن. قل بگوی پیغمبر صلی الله علیه و سلم ابالله و آیاته، آیا به الله متعال و آیاتش و رسوله و رسولش کنتم تستهزئون، شما تمسخر میکنین. تمسخر کردن به شعائر دین الله ای کفر هسته و انسان باید توبه بکنه. بعد از این الله متعال ایره بیان میکنه که تعداد از اینا عذر پیش میکردن که مورد قبول قرار بگیرن. الله ایره بیان میکنه که لا تعتذروا، عذر نکنین شما، قد کفرتم بعد ایمانکم، چون شما بعد از آشکار شدن ایمانتان کافر شدین. اول ایمان داشتین و بعدا کافر شدین، به این خاطر عذرهای را شما پیش نکنین. ان نعفو عن طائفة منکم، اگر ما عفو بکنیم طایفه از شما را، نعذب، عذاب میکنیم، طائفة، طایفه دیگی را، بانهم كانوا مجرمین، به خاطر که بودن مجرم. در مورد از این آیه مبارکه هم روایت وجود دارد که شخصی بود مخشی ابن حمیر نام داشت، یعنی بچه خر معنا میده به اصطلاح عام ما و شما، نامش بسیار نام غلط بود. و ای آمد پیش دروازه رسول الله صلی الله علیه وسلم، انداخت و عذر زاری کرد که من اشتباه کردیم، ای پیغمبر خدا من مورد عفو بخشش قرار بده که الله مرا مغفرت بکنه. الله ای بنده را مغفرت میکنه و نام عزیز رسول الله صلی الله علیه وسلم عبدالرحمن میماند، چون در حدیث مبارک میاد که بهترین نام ها عبدالله و عبدالرحمن هست و نامی که نادرست باشه او را باید ما شما تغییر بدیم، چون پیغمبر صلی الله علیه وسلم یکی از روش هایش می بود وقت نام غلط می بود او را تصحیح میکرد، جور میکرد. و یکی از حقوق اطفال بالای والدین امی هست که نام درست بالای اطفال خود ما شما بگذاریم، نام های انبیا علیهم السلام را، اسمای پروردگار را با عبد، عبدالکریم، عبدالستار، نام های صحابه را به دختران، نام های صحابیات را، چون نام نیک بالای انسان تاثیر داره. امی مخشی ابن حمیر به پیغمبر خدا میگه به خاطر که نام من معنای بسیار خراب داشت، یعنی بچه خر معنا میداد، به می خاطر نام بالای من تاثیر کرده بود و من غافل شده بودم. و نام بالای انسان تاثیر داره و حدیث مبارک است که در روز قیامت الله متعال هر انسان به نامش صدا میزنه. ما شما را در روز قیامت خداوند به نام ما صدا میزنه و با ما محاسبه میشه. اگر نام انسان غلط باشه، نادرست باشه، چقدر ناخوشایند قرار میگیره.
به می خاطر بالای اطفال نام نیکو باید بگذاریم. این آدم که مسلمان میشه باز در روز یمامه ای به شهادت میرسه و توبه میکنه و الله توبهش را قبول میکنه. بعد از این الله در مورد منافقین و زنان منافق بیان میکنه که المنافقون والمنافقات. یک چیز دیگه هم در نامگذاری است که علما میگن شما اسمای پروردگار که بالای اولادتان میگذاری با عبد را بخوانین، کریم نگوین، غفار نگوین، رحیم، چون صفات الله هست. عبدالکریم، عبدالغفار، عبد حتما اضافه بکنین. المنافقون والمنافقات، مردان منافق و زنان منافق، بعضهم من بعض، اینا بعضشان با بعض یکسان هستند، در گناه و در همه چیز با هم هستند. الله بیان میکنه در بیدینی مانند یکدیگر هستند. یأمرون بالمنکر، اینا امر میکنن مردم را به کار زشت، و ینهون عن المعروف، و منع میکنن از کار نیک، برعکس میکنن، برعکس مسلمانا. الله ای را بیان میکنه و یقبضون ایدیهم، و بسته می داشته باشند از انفاق دستانشان را در راه الله. نسوا الله، اینا الله را فراموش کردند. فنسیهم، الله اونا را از رحمت خود محروم ساخت و فراموش کرد. الله از بنده روی میگردانه که الله را یاد نکنه و الله را فراموش بکنه، الله هم او را ترک میکنه. ان المنافقین، ارائنا انسان های منافق، هم الفاسقون، ایشان فاسق هستند. فاسق به این معنا که از طاعت الله بیرون هستند. وعد الله المنافقین، وعده کرده الله متعال برای منافقین، مردان منافق، والمنافقات، زنان منافق، والکفار، برای کفار، نار جهنم، آتش دوزخ را که خالدین فیه، همیشه میمانند. هی حسبهم، ای برشان کافی هست که در جهنم بانند. ولعنهم الله، ولعنت الله شامل حالشان شود. ولهم عذاب مقیم، و از برشان عذاب همیشگی و عذاب دائمی. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.